دادستانی حربی کولاب دلایل به زوری بردن جوانان به ارتش را تصدیق کردند. رهبر این نهاد بختیار شریف زاده گفت شخصان مسئول مجازات شده اند. واقعه هنگامه‌ساز 10 می در شهر کولاب رخ داد. کارمندان پلیس و کمیسریت حربی خبرنگار رادیوی آزادی را خواستند به ارتش برند. هرچند میگفتم که من خدمت حربی کردم و رتبه افسر احتیاطی دارم، اما آنها گوش نمیدادند. 3 نفر که در بازداشت خبرنگار رادیوی آزادی شریک بودند جزای انتظامی گرفتند. باباخان سفرов میگفت پسر 21 سالش را که لکنت زبان داشت بهار امسال به زوری به ارتش بردند. مادر ایشون نتی بگیری سالدت بگیری برای چخیله آدم دزدی وری کاگی اوخی اما دیگه حکومت البته قانون چیه؟ با قول همسایه ها جوانان امثال محمد سفرов نباید به ارتش دعوت شوند. ازش نیست جای مخاک چه میکنه میره و میآید گام میزنه گپش نمیفهمم چی گام میزنه ما باور نمیکردیم که ایرا ببرن. دادستان حربی گفت این واقعه را کمیسیای مخصوص تفتیش دارد. بیمارخانه حربی شاید شما قرار داره انچه خلاصه نیروی متخصص ما قبول میکنیم. در تاجیکستان بهار و تیر ماه جوانان بالغ به ارتش دعوت می شوند. زیاد لط و کوب شدن نوسکران باعث سرپیچی از خدمت حربی است. بنابراین در این 2 موسم به خاطر اجرای نقشه دعوت کارمندان کمیسریت های حربی به شکار می برایند. اکثر وقت صادر شدن این اعمال را مقامات رد می کنند چون که قانون آن را منع کرده است.